درون کلیه خوشه‌ای از مویدک‌های خونی بسیار نازک وجود دارد. این خوشه‌ها دقیقاً شبیه مویدک‌های داخل ریه‌ها هستند. در کلیه هر خوشه مویدکی توسط یک لوله فنجانی شکل احاطه شده است که به آن کپسول بومن می‌گوییم. می‌توان آن را واحد فیلتر مواد زائد نیز نامید. هر کلیه حاوی تعداد بسیار زیادی از این واحدهای فیلتراسیون است. به این واحدهای فیلتراسیون نفرون می‌گویند که به صورت فشرده در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در ابتدا هنگامی که ادرار از لوله‌ها جریان پیدا می‌کند، مقداری از موادی مانند گلوکوز، اسیدهای آمینه، نمک‌ها و بخش عمده‌ای از آب بازجذب می‌شوند. میزان آبی که بازجذب می‌شود به مقدار آب موجود در بدن بستگی دارد. ادرار تشکیل شده در کلیه‌ها در نهایت وارد لوله میزنای می‌شود که لوله‌ای بلند است. این لوله هر دو کلیه را به مثانه متصل می‌کند. ادرار در مثانه ذخیره می‌شود تا زمانی که فشار کافی ایجاد شود و